ما در پلازا همدیگر را بدرود گفتیم، در پیاده‌رو آن طرف خیابان. من روی برگرداندم و پشت سرم را کاویدم. تو برمیگشتی و دستان خداحافظیت در اهتزاز بود. رودخانه ای از وسایل نقلیه از میان ما میگذشت. 6 بعد از ظهر بود. آیا نمیدانستیم که پس از آن رودخانه دوزخی غمبار دیگر هرگز همدیگر را نخواهیم دید؟ ما همدیگر را گم کردیم و 1 سال بعد تو مرده بودی و من حالا یادهایم را میکاوم و خیره بدانها مینگرم و فکر میکنم که این اشتباه است که انسان با خداحافظی جزئی مبتلای جدایی بی نهایت شود. شب قبل پس از شام بیرون نرفتم و سعی کردم چیزهایی بفهمم. دوره کردم آخرین درسی را که افلاطون در دهان معلمش گذاشت. خواندم که روح تواند گریزد چون جسم مرد. روح نمی میرد. گفتن بدرود برای انکار جدایی است. آدمها خداحافظی را اختراع کردند زیرا فکر می کردند بی زوالند، با اینکه می دانستند زندگیشان را دوامی نیست. در ساحل کدام رودخانه این گفتگوی نامعلوم را فرو خواهیم گذاشت؟ آیا ما 2 تن، دلیا و بورخس، اهل شهری نبودیم که یک بار در جلگه ها ناپدید شد؟